به ولاگ 7مین روز از 75 روز سخت. باورتون نمیشه که چقدر دیر دارم این ولاگ شروع میکنم. شاید بپرسید چرا روش زدم. این روش فقط برای شماست، فقط به افتخار شما که احترام قائل بشم، قیافه زرد و زار منو نبینید و اینکه بریم که کلی باتون کار دارم. اول بریم ساعت رو نشونتون بدم. الان ساعت چنده که من 7مین روز رو شروع کردم برای شما، برای خودم از صبح زود شروع شد برای شما. ساعت 1:06 و حالا که چیزه اینجا نگاه کنید، دفتر دستکی من اینجا بود که بدونید که من واقعا شروع کرده بودم. الانم اینجا. چقدر دستمال از هر جا که من هستم. دفتر دستکی هم اینجاست. خب حالا چرا بذار دوربین برگردونم. حالا چرا اینقدر دیر شروع کردم؟ ببین واقعیتش اینه که من تا حالا این مدلی نبوده که هر روز ویدیو بگیرم. بعد یه خورده حس اذیت بهم دست داد. امروز اینجوری بودم که نمیخوام که از صبح پا شدم ذهنم درگیر ویدیو گرفتم باشه. بعد یه خورده با خودم کلنجا رفتم گفتم خب اوکی تو روتین تو شروع کن. 75 روز سخت مال تو دیگه، مال اون که بقیه نیست دیگه. من شروع کردم کارامو انجام میدادم. دارم عصبی میکنه این نور، نمیدونم چیکارش کنم دیگه. کارامو انجام میدادم، همه که یه نوری هست اینجوری. بعد از صبح که پا شدم امروز جایی نرفتم. پایان نامه‌مو پروپوزالمو یعنی انقدر کامل انجام داده بودم که فرستادم واسه استادم، یعنی به دوستانم گفتم من میفرستم که ایرادی چیزی داره بگیره، چون من واقعا دیگه نمیدونم بعد چیکار کنم، کجاشو تغییر بدم و اینا. یعنی اینقدر امروز پیش رفته بودم. بعد اینم از پروپوزال. دوباره چیکار کردم؟ سریالم نصفش رو دیدم، نصفش مونده. کتابم خوندم و همین دیگه. آبمو نوشیدم و اینجور داستان. و حالا دیگه داشتم نهار میخوردم، گفتم بیام براتون ویدیو بگیرم. ساعت 1:06. ساعت 5 یکی از دانش آموزای من که پارسال میشه گفت، یعنی همین امسال کنکور داد. خب پارسال دانش آموز من بود و امسال کنکور داد و اینا. من هیچ وقت مامانشو ندیده بودم. توی ولاگ دیروز گفتم که اینا به من زنگ زدن و من احساساتی شده، به من پیام دادن که ما میخوایم از مشهد برات آب متبرک بیاریم. دیروز بهتون گفتم اومدن امروز. بعد اینم آبی بود که گفتم و بیچاره‌ها خیلی زحمت کشیدن. ببینید برای من کلی سوغاتی تدارک کردم. واقعا خیلی خوشم. من عاشق این رنگم. نمیدونم از کجا میدونستم، اصلا نمیدونم دانش آموزم میدونست من سبز دوست دارم یا چی. و نخود و کشمیش، دوباره مهر و از اینا. از این فکرم رومیزیه نه؟ کسی که خیلی خوشگله. چند تیکه هم هستن. زحمت کشیدی واقعا زحمت کشیدی. نگاش کن خیلی خوشگله. و در آخر نشونتون دارم از اینا. خیلی بامزه است. زرشک و این بهار و کشمیش و کشمیش چیه؟ بهار و این شکلاته و اینم نباته و اینم هل و این وسطی هم میدونم چه دوست ندارم باز کنم. دوستم مامانم بیاد بهش نشون بدم. دیروز بهش گفته بودم مامانم خیلی به این چیزا اعتقاد داره و خیلی خوشحال میشه. گفت شیوا چقدر خدا رو شاکری، چقدر مثلا فلان اینا دعاشون خیلی میگیره، اینا مردمای پاکی هم فلان. انقدر من میدونم مادر من تو که مثلا اینو دیدی مامانو فهم کنم تو قرار بی احترامی کنی. مامانا که میگن سلام کردی به خاله. دیروز حرفاش تقریبا شبیه همین بود. بعد دیگه خیلی بامزه بود دیگه، خواستم با شما شیر کنم اینو. بعد اینکه داشتم مطلب بعدی داشتم ویدیوهای کیمیا مودت رو میدیدم. من این دختر رو خیلی دوست دارم. خواستم کلا یوتیوبرها رو خیلی دوست دارم. حس صمیمیت میکنم باهاشون. یعنی اصلا کلا حالا هیچ آدمی هم که
از کسی بدم نمیاد مگر اینکه شخص طرف مثلا به من آسیب بزنه ازش بدم بیاد و اصولا اینطوری هم که یا ازش خوشم میاد و عاشقشم و دوستش دارم و دنبالش میکنم یا کسی ندارم مثلا ارتباط نمیگیرم و تمام. اینکه مثلا بدم بیاد نداریم. ولی کیمیا مودت متانت خب اینم میخواستم بهتون بگم جدیدن کمتر ویدیوهای متانت رو میبینم بدون هیچ دلیل خاصی. دیدی مثلا یه سری ویدیوهای دیگه طور نمیگیره اینجوری شده بود که باز جدیدن هم مثلا یکی گذاشته بود باز دوباره دیدم ولی نه مثلا قبل روتین دنبالش نمیکنم. ولی سارا حقیقت رو همونجا که در جریانی دائم دنبالش میکردم و کیمیا مودت هم همینطور. مثلا الان که مسافرت میره و من خیلی دوست دارم تجربیاتی که میکنه و به اشتراک میذاره و اینا. اگه نمیشناسیدش برید ببینیدش. بعد که قطعا میشناسیدش. بعد داشت صحبت میکرد راجع به هیترها و هیت گرفتنها و این داستانا که خیلی برای من جذاب و قشنگ بود. نحوه دیدگاهش به این اتفاقا و اینکه چقدر قویه، چقدر میتونه مدیریت کنه، چقدر میتونه کنترل کنه و واقعا بهش حسودیم شد و اینطوری بودن که چی با این از تو کوچیک‌تره و انقدر بلده، انقدر مدیریت داره. دمش گرم. واقعا توی سوشال مدیا کار کردن آموزش میخواد، باید بلد باشی، باید این کاره باشی، واقعا کار هر کسی نیست و اینطوری بودن که تو داری اینجا کار میکنی ولی کامل بلد نیستی. شیوا چرا میگم کامل بلد نیستم؟ الان بهتون توضیح میدم. محمد جواد داکسمش میگیریم و من به شخصه خیلی داکسمش دوست دارم. حالا بریم راجع به این موضوع صحبت کنیم که من واقعا ویدیوهای طنزی که خودمون میگیریم و خیلی دوست دارم و همیشه تو ذهن من و همینطور میدونم تو ذهن جامعه و خانواده ها این مدلی بوده که بچه‌ای که تحصیل میکنه، درس میخونه، دانشگاه میره دیگه نباید مثلا فاز طنز و فان و اینا بگیره. ولی چند سالی هست که اینو داریم میبینیم که مثلا پزشکا میان استندآپ کمدین میشن یا میان توی اینستاگرام صفحه های طنز و فان دارن و این خیلی برای من جالبه و جذابه. چند تا هم دیدیم، هممون دیدیم، میشناسیم. مثل خانواده اون شایان کفاشه چیه، خیلی بامزن، پدرش مادرش خودش اونا همشون تحصیل کردن و خفنن ولی میان ویدیوهای فان درست میکنن. یا فامی دوست صدف بیوتی، حالا نمیخوام جا همه اسم ببرم ولی کلا خیلی دیدیم و من عاشق اینجور آدمام که هم تحصیلات دارن هم فانن، خیلی خوشم میاد ازشون و یک جورایی دابسمش گرفتن منو با جواد همچین بک‌گراندی داره تو ذهن ما، همچین پس زمینه‌ای داره که من میام این کارا رو میکنم و مورد علاقمه و در تضاد با بقیه ولاگام نیست. شاید از بیرون اینطوری به نظر بیاد که آقا تو یک دختر آکادمیکی هستی، داری ارشد میگیری، ولاگات همش توش بلا استثنا کتاب و درس و اینا هست، کاملا قبول دارم ولی این در تناقض اون نیست. میخواستم فقط راجعش صحبت کنم و اینا و حالا امروز که الان باهاتون صحبت میکنم اصلا ولاگا خیلی عقب افتاده. شما این ویدیو رو احتمالا خیلی دیرتر ببینید ولی در حال حاضر یوتیوب من 300 تایی شده. خیلی خوشحالم به خاطر اینکه آخرین شورت ویدیوی فان ما وایرال شده بود، خیلی وایرال شده بود و 9000 تا ویو گرفت و این 300 تاییه به خاطر اونه. حالا وقتی که یک ویدیویی وایرال میشه و خیلی ویو میگیره از اون ور هیترات هم خب طبیعتاً به نسبت زیاد میشن و وقتی تو میبینی اوکی سابسکرایبر داری یعنی اینا هیتر نیستن، اینا دوست دارن که من ثابت کردن. در این حال تو هیتر رو هم داری. چیزایی میخوره کجا بودیم؟ همین که بعد من اون پستی که یه دون آخرین شد ویدیویی که گذاشتیم و وایرال شد خیلی 9000 تا ویو گرفت، تا الان 9000 تا شاید هم بیشتر بشه ویو گرفت. این خیلی خوب کامنت های هیت داشته. کامنت هیت هم نه دیگه، از این کامنت های مسخره که مثلا شما بی‌مزه‌این، چرا شما فلانی. یکی نوشته بود که داداشت انگار به زور اومده و محمد جواد با اکانت خودش رفت نوشت که بارش حق بود. خندیدیم. و اینکه ویدیو امروز کیمیا مودت هم راجع همین بود که مثلا میگفت چرا به ابروهای من گیر میدین، من تو شرایط خوبی نبودم. خب بعدش رفتم میگم بابا لعنتی دختره رفته اون سر دنیا داره تجربیات به این خفنیشو
به اشتراک میذاره. بعد واقعا باید واقع بین باشیم. مگه چند درصد ما میتونیم همچین تجربه‌ای داشته باشیم، میتونیم همچین کار خفنی رو بکنیم؟ این دختر داره میکنه و ایرانیه و انقدر خفن و انقدر بزرگ. شما میرید به این که تار ابروهاش یه خورده چیزه گیر میدین. من اینطوری میگم که قشنگ قراره به تو هم گیر بدم و کوچیک‌ترین چیزا. مثلا من که خیلی شبستم تو ویدیو خیلی راحتم و خیلی جالب بود برام دیگه. اینا باید کمک میکنه که قوی‌تر بشم، ولی همه این چیزا دلیل نمیشه که یوتیوب خفن نباشه، دلیل نمیشه که شیوا ویدیو نذاره. این کاریه که واقعا مورد علاقه منه و قطعاً میزان سودی که من از این ویدیوها میبرم قراره خیلی خیلی بیشتر باشه، چون که ما قراره اینجا با هم رشد کنیم و اینکه بریم ادامه ویدیو دیدن و زبان خوندن. نمیتونم ویدیو بگیرم از نحوه زبان خوندنم براتون، به خاطر اینکه وقتی دارم ویدیو رو میبینم لغت جدید پیدا میکنم، میخوام برم ترجمه کنم، به گوشی نیاز دارم، یعنی با گوشی ترجمه میکنم. حالا انشالله پولدار بشیم، دوربین بگیریم، بتونیم راحت ویدیو بگیریم. و یه موضوع دیگه که راجع به خب ببین کیمیا مردد زبانش خداست، آیلتسش 7 خوردی شده بود، اصلا این دختر فوق العاده است. بعد اومده بودن به زبان این گیر داده بودن. حالا یه لغتی رو اشتباها جابجا گفتم، ما فارسی داریم حرف میزنیم جابجا میگیم، بعد شما مثلا به لغت اون گیر داده بودیم و اینطوری میگن که با کارت در اومده، تو هیچی از زبان نمیدونی. نه خیلی اسپیکینگ هم ضعیفه، افتضاحه. بعد مثلا حالا فکر کن منتظر کامنت های هیتتون هستم که کلی مسخره بکنید. ولی آره یه خورده مهربون تر باشید باشه. من خودم واقعا اصولا حامیم، واقعا نمیگه، حالا جدا از شوخی اینجوری نیستم که زیاد مسخره کنم، کلا آدم مسخره کنی زیاد نیستم. شما هم نباشید دیگه باشه. و یه چیزی میخوام ویدیو رو تموم کنم. خوب صبح شروع نکردم ویدیو گرفتم، اگر خیلی طولانی میشد. امروز احتمالاً حسی که من بهم میگن حالا ساعت 6، چون میخوام ویدیو من چیزم ببینم، زبانم بخونم اونا، احتمالاً 90% من پیاده روی نتونم برم، به خاطر اینکه دلم نمیخواد ساعت که مثلا گذشت برم بیرون. احساس میکنم که خیلی اذیت بشم و اینا از لحاظ روحی. میخوام تو خونه، میبینید ظرف هست تا ناموس. مامانم کار داشت مجبور شد بره و سپورت به من، دختر خونه. زبانم که خوندم با هم میریم ظرف میشونیم و من دیده بودم که ظرف شستن و خوب خود نگه دارید که قوز نشینی، بچه قوز نشینی و اینکه چیکار میکنم بخوریم موقع ظرف شستن، اینا کمک میکنه. این پیاده روی میمونه و این داستان. به حال که ورزش امروزمون این مدلیه. بریم اینجا یک کسیه در کجا میخواستم پادکست گوش کنم، بعد هم بریم ظرف بشوریم، ولی اینجوری هم که یه آهنگ غمگین بذار، بعد برو ظرف بشور. مود غمگین. دیشب ناراحت بودم، مثلا آهنگ غمگین گوش میکردم، نمیدونم چرا اینجوری هم فکر میکنم که تایم پریود نزدیکه، از 1-2 هفته مونده، به خاطر این باشه. بعد اینکه داشتم فکر میکنم خب نه یعنی چی رو بعد آهنگ شاد گوش بدی؟ دیوانه ای؟ غمگینی ببیش آهنگ شاد گوش بدی؟ مغزت معیوبه. بعد دیگه به این نتیجه رسیدم که آهنگ غمگین گوش کنم، گریه کنم، بخوابم. چرا؟ آره امکان آهنگ غمگین بزنیم بریم
سفید شدم، چرک داشت صورتم انگار. دلم میخواست حوصله داشتم موهامو کامل سشوار میکشم، حتی حوصله سشوارم نداشتم. خدا ولاگ سلامتی بده، چون که ویدیوهای امروز خیلی کوتاه بود. گفتم این سشوار بکش ویدیو بگیر، 15 ثانیه هم شده ولاگ زیادی. دقیقا به این دقیقه نصف حوصله نداشتم. اما هم نسیدید خیسو داریم خواهد حالت بعدش داریم دیگه عضو ثابت ولاگا. بیام یه خورده با پوستم میرسم و اینجا ها یادم آمد میدونی چرا لک داره؟ من چند وقت پیش مثل 3-4 روز پیش بود فکر کنم تو همون ویدیو هم گفتم، نگفتم ولی دیدین قرمز تر بود و اینا. من یهو یه چیز سیاه اینجا دیدم و گفتم این چیه؟ رفتم جلو اینقدر فشار دادم، اینقدر این سیخ دادم، اینقدر ناخون زدم، این بکر چی توش نبود به خون اومد. اصلا این وضعیتی که گوشت ساده و تمیز مثلا اینجا نه جوشه نه هیچی، یهو به اینجا فشار بدی بکن بنده خدا هول میکنه. بعد دیگه هیچی و بدجور شد. بعدی که فشار دادم خون میاد دیگه اون سیاهیه نبود، واقعا درش نیاورده اصلا. حالا چند قدر نشون میده مهم نیست اصلا. خب من دیگه خدا بیزی میکنم. مرسی که امروز بودیم با من. ببخشید اگه کم بود بوسته کردتون. میریم که 8مین روز رو بسازیم.